اگر در جهان نبود آموزگار، شود تیره از بیخیرت روزگار. این بیت حکیمانه استاد رودکی با گذشتی زیاد از 1100 سال، قریب 1200 سال، بازم قیمتی تاریخی و معنای خودش گم نکرده است. بیننده های ارجمند، السلام علیکم. این برنامه نوبتی در صحبتی صاحب دلان است که قسمتی دیوم صحبتی ما با استاد ارجمند ما، اعلاچی معارف جمهوری تاجیکستان، معلمه منوره نظرова. معلم خوش آمدید میگویم. و ما در قسمت اولی برنامه با معلم درباره جنبه‌های تربیت فرزندان مخصوصا در خردسالی بسیار صحبت کردیم و تا در مورد سختگیریشان گفتیم که واقعا همون سختگیری سیاست جدی معلمه بود که امروز شاگردان از اون کس بسیار راضی هستند، همیشگی در حقشون دعا میکنن که همیشه سلامت و سربلند و خانه آباد و انیمی خیلی بین ما باشند و دعاگو باشند. و معلم عزیز، همین وقتی من روز یک خماری مکتبم گرفت و رفتم مکتب رقم 31 رو دور زدم و از آموزگاران پرسیدم که معلمانی سابقه دارانی ما که ها می آیند و پیش از همه اول گفتن که شما گفتن که معلم همیشگی از حال ما خبر گرفته میسند و ما در همراه ما هستند، اگرچه در نفقه باشند همیشگی مصلحت چی و مشورت چی ما هستند که از بودن اون کس ما همیشگی بهره ور هستیم و مصلحتاشون برای ما چون یک دوری دردی دندان است. معلم گاهو نشسته بعد این قدر مثلا سالهای آموزگاری خماری درس دادن میگیرد برای شما؟ البته خمارش میگیرد. بچه خواننده های چشموی شهلاشو من و یک آفتاب برای می نماید که همین خیلی نظرم و همین خوردی تا کلان شدنشونه من همین فرزندای خودم باید میدونم. خیالی حاضر خیالم اگر قوتم باشد خیال رفته من از دیگر صنف یکم به درسیم. همین خیلی با شوق و با حوث کار میکردم. خیالم همین خیلی شوق و حوث که رفته صنف یک به درسیم بوده اوی میکنم خیال میکنم. البته این کاری نهایت و شرفناک. بچه که کار کردن باید کاری مشکلم نیست، کاری شرفناکم نیست. من اینجا میخواهم یک اقتباس از سخنرانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن در یک سخنرانیشون در مورد خدمت آموزگار معلم یک نکته بسیار جالب گفتم. من میخواستم اینجا قرائت کرده باشم. پرزیدنت میگویند که معلم عقل، شرف و وجدان جامعه و سیمای اساسی آن میباشد. وی دانش و ذکاوت گرمی خود را بی‌دریغ به فرزندان میدهد و خویش را خوشبخت می‌حسابد. پایین اقتباس. یعنی شاگردان نگفتم، فرزندان گفتن. یعنی چخیلی که شما گفتید واقعا برای آموزگار هر یک نفر شاگرد به مثل فرزندش است و یک مدتی شد که واقعا گاه والدان فکر کردن که تربیت دویم فرزند تعلیم و تربیه بیشتر چون مکتب میرد به ذمه آموزگاران است و گاه شد که فرزندان بین مکتب و خانه گم شدند. یعنی حالت‌های گویم جنایت صادر کنی آنها بیش شد و نظارت کردن دشوار شد و دولت قانون قبول کرد. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند. یعنی پدر و مادر رو در دایره قانون مسئولیتش رو بیشتر کنند. گفت که تو همچون والد و پدر و مادر در تربیت فرزندت حسی ارزنده داره. یعنی دویم به ذمه مکتب گذاشتن هم چندان کاری صلاح نیست. من میخواستم نظر شما رو به همین مسئله پرسیده باشم. پدر و مادر فقط خوراندن و پوشاندن نیست خدمتاشون و یا سلامتیش به نگاه کردنشون در کار، آدابش به نگاه کردنشون در کار، سر و لباسش خوش رو پوشاندن و نظر کردنشون در کار. اکنون این بعضی ها هستن که فقط دانش بچه یا انتظام بچه فقط ذمه معلم بمیمونن. این دو طرفه شده رشته کار. یک طرفه شود کار پیش به نمیرد. بچه هم پدر و مادر پیش از همه درباره انتظام است، درباره آزادگیش، درباره همه تربیه خانواده هم شدهش در کار. نه فقط مکتبه بیاد و معلم گل زنه
نقص پوش یا اینکه سر لباس خوشرو کن گفته معلم گل زند وای خانه رفته این کار اجرا نکنه دیگر وای کار گپی معلم هیچ میشد. فقط همین تربیت دو طرفه شده نشکر. معلم گناهکار کردنم در کار نی برای اون که وای معلم و یگان کاری نوشایم کند بچه البته وای به آگاه دادنش در کار این کارو نکن گفتنش در کار و او که ارکه که های بچه ارکه کرگی گیرگیری هم میرد که معلم من امروز جنگ کردن یا که با همه پست کردن بعضی هم میگن که بچه من نقض میخواند و شما بهای پس میمونید نه بهای حقانی موندنش در کار معلمم پدر و مادرم بهای یخیل موندنش در کار من مثلا 10-5 میمونید یه روز 10-5 موندن ممکن نکن بچه ها بیو و یه دانشش همه بس بکرن در کار خب چی میکنیم مقایسه کردن در کار که وای همه سوالهای معلم جواب داده تانست می نتانست می همین خیلی وقت و پدر و مادر سالکک حاضر بی صبر شده که بها تلاش میکنن بهای بچه من پست مانده شده من راستی بهای بلند نمیموندم بچه ها بهای بلند نمیموندم اگر وای 4 به جواب دید من 5 نمیموندم همین حساب رونوف اسرار جان به من درس گیوگرافی فنی گیوگرافی درس دادگی دوشنبه رفته به این پلیتکنیکی و شدنو گشته آمده پیشم نزدم و آمدن که معلمه شما و رحمت از فن شما من بهای 5 گرفتم بودم انا همین ها من به همین خیلی وشده مانده که من به بهای بلند در کار نی بهای بلند گیرد و اونجا رفته پس فرود و ناطق میشه و همین اسرار جان همین زبانی کودکی یعنی صنفی 10 تمام کردی بوده آمده من به رحمت گفته برفتگیشم من به همون وقت وشتی بود که من بهای بلند نمونده باشه من افنی من یا 5 گفتیم همون وقت پدر و مادر جدایی هم سبوکی کردنشون در کار نیخ خودشون داشتن در کار معلم آمده اتگی داری مکتب جیغزده گفایی بنور و بینور میگن بعضی پدر و مادر من شنوام خفه میشم بله واقعا هم نگران کننده است. خوب معلم عزیز شما در برابر آموزگار بودن معلم بودن همچنین مادری خاندان یک مادری که اویلی نمونوی بنیاد کردید و فرزندان ارزنده رو تربیت کردید گذشته از این شما مادر کلانی غمخوار و مشفق نبیره و ابیره های زیادی هستید که واقعا آنها همه آنها از تربیت شما بهره ور هستند. در این نگاه داشتی اویله کدام شرط مهم است معلمه صبر باوری یا یکون چیز دیگر همین هر سی شدنش در کار صبر هم شدنش در کار سانی باوری هم شدن در کار باور کردن در کار سانی بعضی ها حاضر جوانو جدا رشک به داده شدگی رشک شدنش در کار نی بینی پدر و مادر به رشکی بیهوده شدنش در کار نی چی که نباشد طاقت کردن در کار این اثری منم گذشتگی دیگه رو گذشتگی طاقت میکنید و عائله تنج میشد برد میکنید اگر طاقت نکنید عائله ویرون میشد برای همین حاضر یاشو من میگم که صبر کنید خب خواننده اوقات کم باشد خب بسیار باشد اما حاضر هیچ جانده کم و بیش اوقات نه کم این بود و بود نیست از گفته میشد چون که همه چیز هست زمان ما تنج رحمت همین و یا ما پرزیدنت ما که ما هم آسایشته زندگی کردن به راه کردن همینطور ما آسایشته زندگی کردیم نقص همه مگزین ها پری اوقات بار دوره مونده این خیلی اوقات و هر جان نبود همه رو طاقت کردن آمدیم صبر کردیم خیلی مردنده کن هر خیلی ویشه وای مرد کاری میکشه زنها اجرا کردنشون در کار نیه همون راه همون رفتن در کار نیه
راه زن مو زن باب کار کردن در کار آزادگی بیام طاقت بیام همش بچه های سانی همین خیلی تربیه کردن در کار که روی پدر به نیگو کردن به جرأت نکند اکنون حاضر پیش بچه ها و همین یک دیگرشون گپای قبیح میزنن یا یکون آوازی بلند کرده یک دیگرشون گل میزنن دورای مونده این خیلی نبود ما پدر می همون عائله سردارش می ما همون آدم پیش پدر پیش فرزنده ها عزت و حرمتشون به جا می آوردیم حاضر عزت حرمت بعضی عائله ها ده هم نیه بعضی عائله ها ده هست که پیش فرزند به و پدر کاهش میتین یا یکان گپی قبیح میزنن برای همین باید فرزند همون پدر و مادر یاد میگیرد معلم تشکر ادامه منطقی همین سوالی که من دادم من همین دیروز نشستی مطبوعاتی شد با نمایندگان کمیته کار با زنها همونجا یک راستی رقم سخت خاطرم نماند اما گفتن که سال گذشته 2019 شماری جداشوی عائله ها زیاد بود نسبت به سال 2018 ما سال 2018 گفتیم که شماری جداشوی عائله ها نسبت به سال 2017 زیاد یعنی اگر همتون مشاهده کنیم روند تمایل زیاد شوی جداشوی عائله های جوان زیاد شده ایستاده است شما سببش رو در چی میبینید معلم؟ سببش رو بی‌طاقتی یکمش بی‌صبری دویمش همه پشتن و خوددان به عادت کردگی بعضا میشد که حالتون میشد نمیشد یا اینکه زندگی و کم کسی میشد کدام روز یک جا من وای به آشخانه یک چیز خرم گفته درام که همین ماجرای دیدین که کدی شوهرش شده از همونجا دیدم گوش کرده استم یک هفته 2 بار منه وای به نمیبرید ششلی خوری نمیبرید گفته برای همین جدا شد همین گپ جدا شدن طاقت کردن در کار خیلی پولش بخشد میبرد یا خیلی همون نخورد زندگیش وای نمیشد که نمیشد که زندگی نمیشد که نخوردن میگذرد یعنی همین سن از پشتی سر و لباس پوشی ما سر و لباس یک تا کرته نو کنیم مگر 2 سال 3 سال جای به میپوشتیم بعد از کار به میپوشتیم ثانی بعد از خانه میپوشتیم اکنون حاضر یک روز به 4 خیل پشت میبرونم با همون بیام صبرشون نیست است یا شکنده صبر نیست اسراف بسیار بخچه کن یعنی یک سببی تنظیمی توی معرکه ها نیست از همین چیز بود اما مثلا گاه ها تنظیم رعایت نمیکنن تنظیم رعایت نمیکنن دسترخوان بسیار دسترخوان نهایت وای میکنن بسیار میکنن برای همین یک نکته دیگر معلم بخشش همین من همین قصه که شما گفتید همون جوان عروسی که شوهرش به خواهش کرد که اگر هر هفته او را به همون کباب خوری ششلی خوری نبرد و جدا می شود همین اندیشه و دخترک با از کجا پیدا شد و چه خیلی جرأت کرد و مثلا آیا کسی نبود در خاندان مثلا مادریش که او رو گویم نگاه دارد گوید که این اندیشه رو هرگز به سر از جای نکرد من یک ما آشخانه و زلش بدیدم دوگانش هم های دوگانش جیغزده من گفتم این خیر نکند بیایید آینده نقض میشد خیر خوددن کدی آدم شاخ نمیبره فکر کنم یک گله نصیحت ها کده همون رو وکر آمدم نمیدونم استین که چیزی شد میبینید که بازم شما بی‌طرف نشدید تمو حالا تشکر نه من سخن درباره آن که مثلا نقش پدر و مادر رو در تربیه ان همون جوان عروسا که مثلا فرض کنیم اگر همون جوان عروسی جوان اگر مثلا مادرش او رو واقعا همین درست تربیه میداد هرگز شاید به سری او همین اندیشه ها نمی‌آمد اکن پدر و مادرش پدر و مادر باید فرزند آمد می اول خیلی صحت سلامتی پرسد بعضی ها هستن که این چیزی خود داشتی چیزی پشت داشتی چیزی کار کردی فقط اکن گپ میکنند گپ میکنن میپرسن این خیلی شدنش در کار نیست پدر و مادر گفتنش در کار که همونجا
خانه اساسی تو. این خانه بیگانه برای تو همون جو زندگی میکنی. خیلی نزند، جان نکند یا یکم وای نکند شتن ممکن. خیلی بعضی ها میشن کن زن و زنی خیلی ها بعضی آدم وای میشد شدنش در کار نه این کار. همه جوان باید خودش داشتنش در کار. عقل و فراستش کار فرمودنش در کار. همون عائله بی جنجال شود، خانه به فیض میشد. حول هم دیگر فیض و برکت میدارد. اگر وای جنجال شدن گرد وای فیض نیست، برکت نیست، همه کم به حلیوه رو میبیستونی. بله تشکر. همین دانستنش تکا. بله تشکر. خوب معلم، برای نگاه داشته عائله شما چی مسئله میدادید؟ برای مثلا نو خانه‌دارا مخصوصا اونهایی که برای نگاه داشته نو خانه‌دارا همین میگفتم که همون حولو یا اینکه همون خانه کلین شده رفت باید همون جنده کلان سال باشد. کلان سال عزت کردنش در کار یک کمک. خیلی پیش از وی ممکن اوچه هیان بو هیان همون جنده کلان سال هیان و های عزتشون جاش رو آوردنش در کار. دویمش قینوی امک عزت ویشتی حسابش. حرمتش جاش حرمتش نگاه داشتنش در کار. سیومش هیچ کیم کار کردی یکان حادثه نشده است. کار بهرش وکر از کار نترسیدنش در کار. حاضر اکار بسیاری ها میترسن. تا حتی کاراتون بسیار گفته هم جدا شده برفته که های. کار آدم وای میکند. چی میکند؟ با قوت میکند. مثال من خودم همین عائله‌ام و آمدن یک تا قید نمودن و یک تا مدکم بودن. من کدی 3 کس شدیم. همین دوینان دا چیزی کار باشد همشه من کدگی. بغیر از کارهای بینور دیگه کاری آیا زندگی همشه کردگی. لای هم کردگی، دیگرش هم کردگی، همشه کردگی. مول و حال نگاه کردگی، کرمک نگاه کردگی. مکتب میرفتم اونجا معلم کرمک دارن همونجا همراه میشدم. ما معلم دستان شخصیل میشد نگفتید؟ نه دستان شخصیل میشد نگفتیم. همین اجرا کردم. من روزی نقد دیدم فرزندانم همش مهنت دوست می‌دارن. زندگیشون نقص، جنجالشون نیست. و مهنت ترسیدن در کار نیست. یعنی اون فرزندای شما رو دیده کلان شدن. گوییم شوهر شما رو دیده کلان شدن. یعنی پدر و مادر رو دیده مهنتشون رو دیده کلان شده بنابراین به مهنت نزدیک شدن. مهنت آدم مهنت و نزدیک شود همه کار سهل میشد. تشکر معلم عزیز. تشکر. خوب یک اندیشه هست. میگویم که آدم در تربیت خودش هم حصه گذار شده میتواند. یعنی خودش تربیت که میتواند به شرطی که اگر اراده داشته باشد. میگویم همین گپ شما چه اندیشه دارید؟ تقریبا من 18 ساله همینجا آمدم. من خانم و کرمک داشتگیم نه. خیلی مال و حال بود وای بود دیگه وکرگیم نه. دیدم که زندگی یک تا مرد ویشاننده. من خیلی معلمه اون وقتا ما 35 سومون پول میگفتیم. 35 سوم میگفتیم. بله. رفته درس داده آمده اینجا آمده با مال و حال نگاه میکردم. اکنون همین هوا طاقت کرده آمدم همین قدر روز رسیدم. فقط پرطاقت نشوید کارتون پیش نمیرد. اینجا نباشد کاری دولتی باشدم عذاب شای و وزبینی شای همه به طاقت کردن در کار. بله تشکر زیاد معلم. در انجام برنامه ما در برنامه یک روبریک داریم 3 مصلحتی مفید برای جوانای امروز. شما نفری پیش از همه آموزگاری ورزیده هستید، با تجربه هستید، نفری که سابقه زیاد از نیم عصر سابقه کاری دارید، در تربیت هزارها نفر شاگردا حصه گذار شدید و امروز نیز حصه گذار شده ایستادید. معلم عزیز برای جوانای امروز اگر ما شما پرسم گویم که 3 مصلحتی دهید به جوانای امروز که آنها در زندگیشان مشکلی نبینند، در نمانند، عذاب نکشند، کدام 3 مصلحت بود؟ شاید مصلحت ها زیاد باشد اما انتخاباً 3 تاش انتخاب کنید. مصلحتی من همین که اولا انتظامی نمانوی داشتنشون باشه در کار یا شکا داشتن انتظامشون نقض نگاه داشتنشون در کار. دویمش مهنت دوست شدن در کار.
سعیمش عزت و حرمت اولاد نگاه داشتن در کار. همین خوب. تشکر زیاد معلمه برای اشتراکتون. به شما عمری درازی پر برکات همیشگی برای فرزندان، پیوندان، برای شاگردان، برای اهل محله جامعه دعاگویی بر دوام باشید. تنتون صحت باشد. به قول مرتبه‌تون بلند شود. رحمت. به قول حافظی بزرگوار تنت به نازی طبیبان نیازمند مبود. همیشه گلی سر سبدی این جامعه باشید و برای اشتراکتون دعوتی ما رو پذیرفتید. همون یک واقعی بود که من دیدم اشم حال پرسی کردم و گفتم که معلم من یک نیت دارم و شما گفتید که باشد همان روز فرا رسد نصیب باشد اشتراک میکنم و خوشبختانه اون روز اون نیت که نیک بود اون روزی نیک برسیدیم. برای دعوتی ما پذیرفته آمدنتون رحمتی کما میگم. تشکر. از شاگردان راضی. شاگردان نهایت من دوست می‌دارند. من همه خوشان عمده خبر میگیرند. همین کریم آسیم جان مدیر معارف ولایت و یا منبع همچون استودنت رفته بودن و آموختن و تجربه آموختن و حاضرم من همین جا هر سال 3 بار 4 بار میرم. من همه شاگردان که همین شاگردان من بسیار دوست می داشت و می بیاد. اگر دوست نمی داشت از ورکر نمی اومد. یعنی کدام وقتم رفته دیرکتوری مکتب جیغزده گفتن که یک هفته یک بار همینای اونده خبر میگیرید. برای اون که اینا اگر مکتب رفت روان کلیدور بر همه جا بجا شده بسنده میشود. درسای من اینا انالیز کردی وقت شنده گفته همین سخنای نازا گفته رفتن من بسیار خرسان شدم. همون اسم سید عمرم شاگردم فخرالدین جان شاگردی و کریم شریف شاگردم و من 1 سال درس دادگی 1 صنف و سال این طرف گذشتگی مکتبی 31 و حالا هم میبینم میگم که همون 1 سالی درس دادگی شما کنی من همین قدر شدم میگم من خرسند. بهترین وقتی که شاگردتان عمده از شما سپاس میگرد واقعا یک خوشبختی است. تشکر معلمه. تشکر زیاد. رحمت شما بیان. شما دید رواج کارتون تیاد تن و جانتون ساخت کند. رحمت. پرزیدنتمو پیشوای ملتیمو دوستیمو الهی پروردگار 100 ساله شون و پیر نشون. ما فقط سرابانی کردیم. تشکر زیاد. تشکر برای اشتراکتان. بینندگان ارجمند راستی برای ما بسیار خوشایند است که امروز در مهمانی برنامه ما معلمی ارجمند ما منوره خان نظر و اشتراک دارند و اصحابت‌های اون کس از درس حکمت زندگی اون کس ما بهره ور شدیم و فکر میکنم اون شاگردان عزیزی که معلمه برای آنها درس گفتند و در تربیت آنها حصه گذار شدند این لحظه اگر ما رو تماشا کرده باشند بازم با خودشان خاطره های نیک آفتابی دارند که واقعا حضور معلمه در زندگی ما واقعا یک درسی بسیار خوبی انسان دوستی درسی خوبی مهنت پروری بود و فکر میکنم به معلم عمری کتاب های پر ارزش رو آرزو میکنیم و اینجا فرصتی برنامه در صحبتی صاحب دلان با یک نفر صاحب دل به انجام رسید و فکر میکنم این برنامه در زندگی ما و شما یک کاری را انجام داده باشد. خیر خانه تا آباد باشد.